شماست. حمد به حق مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. سلام و درود به پایان و جمله بندگان خدا، با همه مهمانان عزیز و عالی قدری که از دور و نزدیک قدم مبارک گذاشتند امروز بر این دیار زیبا منظره، دیار آوازدار لچاپ خوش آمدید میگوییم. قدم های مبارک شما را نوری دیده تاج سر می شماریم. از نام اهل دهه لچاپ، از نام جوانمردان دهه لچاپ یکایک مهمانان را خوش آمدید میگوییم. قدم های مبارک شما را نوری دیده تاج سر می شماریم. میگوییم که شد منور از قدوم دوستان کاشانه ام، خانه فانوس گشت و میهمان شمع و من پروانه ام. همتان خوش آمدید مهمانان عزیز و عالی قدر. و امروز چون انعنه در دیار ما، در دیار زیبا منظره لچاپ روزی نوروزی است که ما همگان در عرفه عید نوروز قرار داریم و این هم با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت پیشوای معظم ملتمان محترم امام علی رحمان که نوروز جهانی شد و در تمام 50 کشور دنیا نوروز را جشن میگیرند. و همین خاطر این اقدام بسیار نیک است. این هم با دستگیری جناب عالی است و همین خاطر امروز در این دیار روز نوروز است، روز خرسندی است، روزی است که ما با هم قواهای خود را میسنجیم که ما میبینیم در یک سال چقدر قوت جمع کردیم و چقدر قوت صرف میکنیم. سلامت باشید. نوروز جهانی شد تا با چنین بادا، نوروز جهانی شد تا با چنین بادا، پیک همگانی شد تا با چنین بادا. این سنت اینه که جمع بر خلق همه عالم نوباوه ثانی شد تا با چنین بادا. و پیش از آن که ما این میدان گوشینگیره آغاز کنیم، ورزش آغاز کنیم، اینجا نماینده های این دیار، رئیس محله، رئیس جماعت اینجا هستند، سودیه ها هستند، اینجا می آیند، جمع می آیند و سودیه ها را جا به جا می گذاریم. بچه هایی که میدان نگاه میکنن هر یک تشه در یک کنج مانده، همون هر یک کس جای خودش نگاه میکنه، در جای خودش جوابگوست. هر نفری که در یک جامعه مانند همون جده همون بچه جوابگوی است. اگر گوده کش پیش اومد همون بچه جواب میگوید، همون بچه‌ای که در همون کنج ماندگی است. و همین خاطر بچه ها بیاید همین میدان ما میدان کلان خوشروی، بچه هایی که در بین میدان میمانه میدان نگاه کنه، میدان من خوشرو باشه، پهلوانا را خوشرو تماشا کنیم، یک لذت بریم، لذت نوروزی بریم. نوروزی همه شما را صمیمانه از صمیم قلب تبریک و تهنیت میگویم. بگذار نوروزی عالم افروز به خاندان شما شادی و نشاط و خرسندی و خوشبختی آرد. نوروزتان مبارک باشد. نوروز خوش است، روزک نوروز خوش است، سر در بغلی یار دل افروز خوش است. خلقان جهان گویند با عیش و طرب، بر ما پدر و مادر دلسوز خوش است. خوش آمدید مهمانان عزیز. و حاجی محمد رئیس محله، رئیس محترم مرحمت شما را دعوت میکنیم بیایید با یک دعای نیک این میدان بازیش آغاز کنیم. با گلزارت رسیدم